حال تشکر زیاد برای فهمیدنتان. از راستی تشکر زیاد. رحمتی کلام. خواهش میکنم جناب زیا. یعنی من برای سومن شده به همه کار راضیم. به این هم عدن اینجا نیز دیگر در اینجا ایستادنم معنایی ندارد. من هم بلاهای بالای سرم را یک طرف کنم، بعداً می آیم به نزدتان برای سومن. آنجا یعنی نزدی بیتول برای شما امتر است. کنی پیشیرین چه؟ باز می بینیم میلش. تا حاضر به نزد عمد رو منتظری من باش. اما من می آیم. میلش پدر جان نکندر نکنید. میلش کنی با ماشین شینید. رفتیم دخترم. منتظر چی هستی ساختکار؟ راو پر را گرفته بیار. شد تمام دیوانه. این کار را حل میکنم. اوهی از بهار خلاص شدم. نوبت کمالی سیاه است. Bonjour, mademoiselle. این چی است؟ چی است؟ Je suis Kamoli Siah. Que me ou se parle peu? تو چیکار میکنی؟ آخر عدنانی جسور گفته بود که شما را از پسرهایی که زبان فرانسوی رو میدونن خوشتون میآید. کدام عدنان؟ مرا فرانسوی نه و از ایتالیانی خوش میآید. باز شیمی پوچه کوتاه. رو اکنون. اما جسور با من این خیلی گفته بود. ای عدنان، تو خوب میدونی ملیس رو از چه خیلی مرد خوش میآید؟ ملیس رو از مردهایی که فرانسوی رو میدونن بسیار خوشش میآید. بازون بچه هایی که شمهای کالتا میپوشند کو دقتش رو جلب میکنند. یامان خیر خانم ملیس که اومد مجبورم که شیمی پوچه کوتاه پوشم. این دختر ما رو فریب داده بوده است. رو خیر تنها بودن میخواهم. نمیروم. ناراحت شدی مگر؟ خیلی باز نمیروم. با تو باید یک چیزی مهم رو گپ زنم. حاضر گوش کردن نمیخواهم. یگان وقت دیگر. حاضر گوش میکنی؟ مگر تو به من امر میکنی؟ تو رو دوست میدارم ملیس. گویا مجبورم که تو رو گوش کنم. میدونم که دل تو هم نسبت من خالی نیست. به این هم از وقتی که آمدی. تو چی گفتی؟ تو رو دوست میدارم گفتم. نشنیدی؟ نشنیدم. شنیدن هم نمیخواهم. چرا این خیلی مناسبت میکنه؟ چی گناه دارم که تو رو دوست داشتم؟ تو یک دروغگوی هستی. دروغ نمیگویم. تو رو بسیار دوست میدارم. بسیار دروغگوی هستی. خطری بابای قادر گذشته بود. چرا این رو به من نگفتی؟ من بعد نگفته بودم که رفتم ملیس رو بگو که خطری بابای قادر پسی سر شد. اکنون میتواند آید. چه خیل عدنان؟ چه خیل عدنان؟ عدنان من بودم. حالا هم دروغ میگویی؟ چی؟ عدنان تو بودی؟ مرا مسخره نکن که بسیار بد میشود. عدنان من هستم. تو این رو از اول میدانستی. من اون رو به خاطری که عشقم رو به تو نشون دیم کردم. همین خیل نزدیک شو. نزدیکتر بیا. من به تو عشقم را نشان میدهم. چی شد؟ یا اینکه ملیس مرا میبوسد؟ انا به تو عشق. از این پس از من دور باش. دخترم چیکار میکنی؟ این صدای چی است؟
خانه تمیز دارم پدر. خانه رو تمیز داری؟ دخترم چه لازم است؟ یگان کس رو کرایه کن، چرا خودت رو خسته میکنی؟ در خانه هجری هستم پدر. خانه رو تمیز دارم. چی؟ هجری گفتی؟ خیر بعداً صحبت میکنیم. حالا دخترم آخر من تا حال نگذاشتم که به دست دخترم چند کشک باشد. این مؤذن از حاضر دخترم را خدمتگار کرده است. آنها را باید زود جدا کنم. بابای قادر، من یک فکر دارم. چی بوده است؟ مادامی که ما مؤذن را به خاطر دخترتان پرانده نمیتوانیم، این خیل باشد مؤذن را ناپرانده جدا میکنیم. چه میشد این کار؟ مؤذن و دخترتان را تنها سحر پاپ جدا کرده میتواند. چه سحر؟ سحر پاپ. چه پاپ؟ تو با من مسخره بازی داری چی؟ استغفرالله بابای قادر، مگر این خیل میکنیم زود نتیجه اش را میبینیم. در 24 ساعت جدا میشود. راست میگویی مگر؟ از تجربه گفتم بابای قادر. پیشک یک رفیق بیمار شد، نزد پاپ برد، تیز فایده کرد. تو مرا مسخره کرده ایستادی؟ دختری من به تو گربه است؟ اگر به گربه فایده کرده باشد به دخترتان حتما فایده میکند. از کجا پیدا میکنیم پاپ رو؟ ما کوفته پیدا میکنیم. گوش کنی کزت؟ رفتیم یکان پاپ میابیم. از این شوکت پولها را بخواهم میداده باشد. عجبا نمیدهد. این ابله گناهش را هم نمیدهد. به این هم بینمان صلح نیست. خیر انیق در همین جاها پنهان کرده است. پول را در کجا پنهان کرده باشد؟ آبا زهرا زبانش گشاده باشد. لبه جانم چی میگوی دختر؟ نفهمیدم. ای وای چیزی نشده از حالا هم همان خیر. زهرا پیام فرستان. پیام هیچ گفت رو نفهمیدم. بهار را فرستانده ای؟ چرا به من نگفتی؟ بسیار خرسند شدم. زود به نزدم بیاد، تو را یاد کردم. تمام جانم، زود می آیم. زهرا جان این رو خور، زبانت زود گشاده می شود. داروی تو در درونش هست. مادر این چیز؟ زبان تیمسا. زبانی تیمسا گفتید؟ اگر این رو خوری زبانت زود گشاده می شود. ای مادر چی کار میکنید؟ مگر زبانی تیمسا رو میخورم؟ زهرا جان این رو از یک متخصصی همین ساحه، از یک دوگانه هم پرسیدم. اگر از این خوری زود زبانت گشاده می شود، مشکلی از بین می رود. یعنی اقلا یک گازگیری کافی است. زهرا آدم از تبابت نمی گریزد. این رو می خوری. زهرا این رو می خوری. با کجا؟ اینجا بیا می خوری گفتم. می خوری یک گاز باشد هم می گیری. یا خدایا اویلوی دیوانه شدیم. این زبانی تیمسا هست؟ بابای خدیر، ما اگر پاپ رو در کوچه ها جستجو میکنیم چکار کنیم احمد؟
با کلیسا رفته پاپتان را گرفتن میخواهیم گوییم. پاپ عثمان رو میگفتیم در زمین بوده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دور باد بابای قادر از من. مایدی خیلی پاپ کن اینجا بیا. شوکت در کجا گذاشتی؟ پول رو در کجا پنهان کرده باشد؟ خدا زده. اوف. وای پاپی ابله در اینجا پنهان کرده است چی؟ ما باید رفتن یک مشتی آب پس کنیم. کی بار ای بچه ای شرافیدین است کردستیان کو؟ این همان پاپی خودمان شرافیدین نیست مگر؟ ها؟ که با خدا کی او است؟ این بابای قادر چرا از پسی آن پاپ میدود؟ اگر بگیم خدنش کردن یا اینو درست است. این بابای قادر فقط میگیره میکشه آدم را. یکم ضرر هم نداره. وای بیچاره را میکشد. یک همون دورو کشده؟ به این هم او ما رو فریب کرد. ختنه هم نشد. راست که مگر این خیل میشود؟ بیای دویده رفتم وای بیچاره رو نشد میدیم. دوید عایده است همین پاپ سپرس میشنیم لیکن یا بسم الله. آرام باش گفتم. سلام علیکم. خدا جان تمام کپه شوکت دود کرد. قادر تو از این پاپ چی میخواهی؟ و تو چی کنانی دیوانه؟ با پاپ یک کار داریم. تو چی کار داری با پاپ ها؟ کنی گپ زن. پاپ رو با ما ده کنان. کم گپ زن. من نمیدیم با تو. بگو که تو چی کار داری با این پاپ بیچاره ما؟ آماده. گفتم که کار داره. قادر تو چی کار داری با این پاپ منافق؟ این بدبخت را میکشی همین خیل نه؟ ها؟ اکه کنان به فکرم دیهم رود. شاید به آنها لازم باشد. خیر نه. آها روز میگه که کانون به تجبر و بایم پشتیم پاپ یکم شب و شب منشه قطعه خودی. به تجبر و به اینم خدنش نکردیم پاپ. من مسلمان شدم و جان. به خدنه مگر مسلمان میشوند؟ مرحمت برتون که من شماها نمیگفتم که خط نکنم، لیکن من این لعنتی ها از دومی من دویده که هشتن بی مرام بی مقصد. راست گفتی سودایا؟ آفرین با تو، آفرین. قادر تو به سری لباس این بیچاره نگاه نکن، این مسلمان شده است. کی را فریب میده شما؟ مادام که مسلمان شده است چرا تا حال لباس های پاپ رو میپوشد؟ مرا گوش کن، تو هم دیگر با این لباس ها نگردی خیلی نمیشود. و تو گفتم پاپ رو با ما ده، گب را درست نکن. من شرافیدین را به هیچ کس نمیدیم. کدام شرافیدین؟ کدام شرافیدین؟ من پاپ رو میخوام، پاپ رو. نام پاپ شرافیدین است، برای همین. اکا کانون نامش شرافیدین ما. نام پاپ چه شرافیدین میشه؟ پاپ نیست او برادرم، پاپ نیست، او مسلمان است، مسلمان شده است میگویم. بسیار گپ نزن، از خود او بپرس. جناب پاپ تو مسلمان هستی؟ الحمدلله مسلمانم. تو چه مسلمان هستی؟ مسلمان باشی چرا این خیلی لباس میپوشی؟ رفتیم یگان پاپ دیگر میابیم. این کار رو ببین، یک پاپ یافتیم او هم مسلمان بوده است. خیر کجا من میبروم. خیر شرافیدین برادرم، مادامی که مسلمان شده ای بیا کاری این خدنه رو هم حل کنیم. اکا جان بیاید من بروم. ایستا شرافیدین. اکا من با تو گفته بودم که او مسلمان نمیشود. شرافیدین، شرافیدین. این چه خزینه بوده است؟ با خدا این خزینه تا آخری عمر شوکت کافی بوده است. بخشش میپرسم شوکت، دیگر چاره نداشتم. این پول را برده به دیوانه دوده ثبت را میگیرم. رفتیم. ای خدا رو شکر خیریت خلاص شدم. اومده فقط مرا میقپنه. ای چی گپه؟ ای خدا. اینجا بیا. بچه ها با خدا سر بتین چا میکنین؟ خیلی او بالا یا خیلی نخواد یا مسلمان.
سرم فتنت ای سر بتین من مسلمانم بخدو اکه کنون بیا که بایو مرقب بیدن برو میز ای بچه ما همه آدم باری فهماندم که من مسلمانم درو رو کم کن کی را فریب میکنی؟ مسلمان شده است تو تنها کانون دیوانه را فریب داده میتوانی زود با ما یک سحر نصرانی آماده کن مؤذنی که با دخترم است باید او را از دخترم جدا کنم مشکلی شما همین بده اکا جان زودتر نمیگی نمیره برای جادو کنی یا دو چیز میگم بیارین پخته سیاه چوچی کلوبی رو داشه یک دانه کلتکیل است آدم هم باشه میشود 3-4 دانه لامپچکه کم مصرف و توکوی نو برآمد یا 3-4 دانه اگر زورتون برسه همه یا میره یک جویه میکنن در یک استکان مینوشینه که چرا من بنوشم؟ کسی را زیاد میفوره که همونو جدا شوم باید همون بنوشه تاثیر زیاد میشوه من نمینوشم ایخی باشه سرزی من برم این نوشد نمیشود افتی خانو که این نمیشوه این چه سیر است که تو خودت یگان کار نمیکنی راست گفتی فراموش کردم اگر یگان استکانی از نظر زمینی داشته باشیم با من بتین سپاسی به پایم به شما انا من چیزایی که گفتم که همشه قطعا نمی توفی من اجویه کرده بنوشین فهمیده چی گفته سودایی؟ انا همه سیر جادو درم این است اگر فورتونه که ما جدا شوند همیره بنوشین یگان ذرهش نچکونده مرحمت احتیاط کن فهمیدی برادر من رفتم سلامت باشین او مؤذن از پشت تو شده به چه حال گرفتار شدم رفتیم رفته آن ثبت را گرفته به من بیار نمیخوام که آن ثبت به دست کیلاس افتد ثبت رو من چخیل پیدا میکنم این خطای تو است اگر ثبت به دست کلتکیلاس افتد تو به محبس میافتی کلتکیلاس خلاص میشود این را نمیخواهم میخواهم که در محبس پوسیده رود ولی جناب چی کاری که میکنی آن ثبت را گیر و سراغه گفتم بیار انتظار شو مؤذن حساب تو را هم میابم زورا جان میدانی دیروز ما رو دیدنی اومدم از شهرشون برای دیدنی اکرش اومده است میدانی چه خیلی خوب هم دیگر رو میفهمیم نمیگویی که قیسین گلم است در حقیقت یک دختر شیرین و زیبا است دیشب برای هجری هم و خواهرش یک خوراک قیماقی پختم که واهیمش نمی کنم ولی انگشتانشون رو خوردم این صبح کرته هجری رو درزمو کردم یگان جوی جینج نداشت اگر می دیدی کرته مثل لیز و راست بود با نزدیکی اویلرشون برای خواستگاری من می اومدم اوف زهرای تو هم وقتی زبانت گرفتنت رو یافتی با تو صحبت کردن نمی شود خیر جانم خودت رو خسته مکن من حاضر به مسجد برای گوش کردن امر معروفی هجری می روم بعدا بو می خوره می شود تو زیق مشو شفا می بی خوب می شوی او شوکت ایچ کاره که تو کدیستی داری خونه خیست رو اومده پولم نیستم مرا گوش کن حاضر چشمانت را میکنم
چی نگاه داری؟ ای چی کار میکنم من؟ شرمنده شدم. خوش آمدید. خوش باشی جانم. عزیزم. خوب هستی؟ سلامتیت خوب است؟ جانم خوبم. شما چی خیل هستید؟ خوش آمدید. چی خیل هستید؟ با خدا شما رو یاد کردم. وقت زیاد بود که با ما نبودی. در کجا میگشتی؟ به استراحت رفتم. اونها کی باشند؟ رحمت خوب استراحت کردم. باید از او خلاص شوم. اگر فکر کند که فریدون دوست داشته من است دیگر از پسم نمی شود. خیر فریدون جان، تو چی خیل هستی؟ کارهایت چی خیل است؟ خوب چی خیلی که میدونستی همون خیل. زود مجبورم به خارجه روم. مرا یک سو گذار. تو چی کار کرده ایستاده‌ای؟ من همون خیل چی کار کنم؟ تنها به استراحت رفتم و اومدم همین قدر. این ابله میلیس رو گپ داده ایستاده باشد. تو رو بسیار یاد کرده میلیس جان. دیگر به این خیل تعطیل های دراز نرو لطفا. چرا تنها به استراحت رفتی؟ با هم میرفتیم. خواستم کمی استراحت کنم. یک جایی استراحت میکردیم. کنی دستت را گیر. چی کار کرده ایستاده ای؟ چی کار میکنی؟ تیز میرویم. مرا رها کن. دستت رو بگیر. پسرم تو میدونی من کی هستم؟ رو از اینجا گم شو. سرت رو در بالا نگذار. میلیس تو بر این مرغ را نگاه نمیکنه. کافیست او رو میکشی مگر؟ من تو رو دوست میدارم. دوستت میدارم. نمیفهمی؟ دوست ندار. برای سرم هستی کافیست. کجا شدید؟ منتظر شما هستم. بعد دانشگاه همراه بنفشه کمی سیر و گشت کردیم. یعنی مرا در خانه گذاشته سیر و گشت کردید؟ خیر من هم در خانه کمی رو بچین کردم. خانه رو نسوزاندی آخیر؟ بنفشه جان بسیار شوخ هستی. بیایید داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم جماعت، ماهی که اولش رحمت، مابینش مغفرت و آخرش رهایی از عذاب دوزخ است، آمد ماه شریف و مبارک رمضان با یکایک شما مبارک بود. جناب حق روزداری انسان‌های صالح و خیر و دعاهایی که در این ماه میکنند قبول گرداند انشاءالله. آمین. محترم جماعت، روزداری که یکی از شرط‌های دین اسلام است، 1.5 سال پس از هجرت در دهه ماه شعبان فرض شد برای ما و شما برادران. بعد از آن روز جناب پیغمبر و امتانش در ماه رمضان روزه گرفتند و وقتی زیادشان را با عبادت صرف میکردند. جناب پیغمبر ما مثل که راه یک مهمانی با قدر را منتظر میشوی، همین خیل منتظر ماه رمضان میشد. 3 ماه پیش خوشحال میشد، برای رمضان آمادگی میدید، برای عبادت خود را حاضر نموده. ماه رمضان که میرسید روزهش رو به درستی میگیری و طلب مغفرت میکرد. پیغمبرمون در مسئله خوراک اوسری با دقت بود. میگفت برای خوراک اوسری برخیزید، زیرا خوراک اوسری خوراکی با برکت است. دعاهایی که در وقت خوراک اوسری کرده میشود قبول میگردد و عبادت‌هایی که در صبح کرده میشود در نزد خدا
بسیار پرارزش است بیان میکرد. ماه رمضان که رسید ما هم باید این ماه با برکت را استفاده بریم، نماز را برپا داشته کارهای خیر را انجام دهیم و نیازمندی خود را در نزد خدای بی‌نیاز ابراز نموده باید از تحت دل دعا کنیم. پیغمبرمان وقتی افطار را نیز به صبرانه انتظار میشد. وقتی افطار که رسید روزش را میکشود، خدا را سپاس میگفت و از نعمت‌هایی که خدا به بنده ارزانی داشته بود استعمال میکرد. وقتی افطار کردن پیغمبرمان میفرمود که وقتی اجابت دعا است و پیش از روزه کشایی دعا میکرد: خدایا برای راضیگی تو روزه داشتم، با رزقی که به من دادی روزم را میکشایم. بعداً اگر میبود با خرما، اگر نبود با آب روزه‌اش را میکشاد و این خیل کشادن را توصیه میداد. محترم جماعت، فراموش نکنید که ماه رمضان تنها ماه روزه‌داری نیست. این ماهی است که طول یک سال خودمان را حساب و کتاب کرده، توبه نموده و به خدا قول داده که ما را بیامرز دیگر این گناهان را تکرار نمیکنیم. خداوند متعال مثال بهترین به جناب پیغمبرمان میآورد که در زندگی و بندگی ماه رمضان جایگاه خاص دارد. رمضان برای پیغمبرمان ماه رحمت، برکت، مغفرت و فرصتی بود که در بندگی زیادتر عبادت کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام فرمود نفری به رمضان رسید ولی از گناهانش پاک نشد، صد حیف بر او که فرصت بزرگی را از دست داد. ماه رمضان ماه بخشش گناهان است میفرمود. جناب پیغمبرمان در ماه رمضان مثل دیگر ماه‌ها از خدا همیشه استغفار طلب میکرد. غیبت، تهمت، دروغ و دیگر گناهان را هرگز نمیکرد. پیغمبرمان روزه را با خواب نمیگذراند، با عبادت میگذراند. او صلی الله علیه و آله و سلام میفرمود روزه‌داری از تشنگی و خالی ماندن معده عبارت نیست. پیغمبرمان با همه اعضایش روزه می‌داشت. روزه را دلش، زبانش و همه حجره‌هایش می‌داشت و او در این مسئله ما را آگاه کرده است. زیاد نفران روزه‌دار است که روزه‌ای داشته آنها بجز گرسنگی و تشنگی دیگر چیزی ندارد. در جای دیگر این خیر فرموده است: نفرانی که دروغ و تهمت را ترک نمی‌کنند بدانند که خداوند به نخوردن و ننوشیدن آنها هیچ احتیاجی ندارد. روزه پرده است، سپر است محافظتگر. نفری روزه‌دار نباید گپی بد گوید، رفتاری ناشایسته کند و هر رهگذری که سنگ زد نباید در عوض به او سنگ پرتاید و باید آرام و صبور باشد. جناب پیغمبرمان روزه‌دارم گفتن نمیخوابید. مثل بعضی انسان‌ها در مسجد در زیر هوا خنک خواب نمیکرد. همچنین به جنگ بدر رفت که در ماه رمضان بود. جناب پیغمبرمان پیش از آنی که با او رسالت پیغمبری آید در غار حرا وقتش را با عبادت می‌گذراند. وقتی که آیات‌های قرآن کریم نازل می‌شد، پیغمبرمان از غار حرا برآمده در ماه رمضان به نزد مردم می‌رفت و وظیفه‌اش را اجرا می‌کرد. در حیاتش همیشه 10 روز آخری رمضان را در مسجد با اعتکاف می‌گذرانید. با خدایش تنها می‌نشست، برای امتش دعا می‌کرد، بسیار دعا میکرد. جناب پیغمبرمان همیشه با خلق یک جایه می‌نشست، خود را از مردم جدا نمی‌گرفت و رابطه‌اش را از آنها نمی‌برید. او همیشه قرآن قرائت میکرد و حیات قرآنی داشت و از قرآن کریم جدا نبود. در ماه رمضان زیاد قرآن می‌خواند و چون آیت نازل میشد آن را به صحابگانش به پورگی می‌آموزاند. در سوره قدر خدا می‌فرماید که ما قرآن را در ماه شریف رمضان نازل نمودیم بندگان. پیغمبرمان باشد آیات‌های قرآن را در وقت و ساعتش به مردم می‌رسانید. پیغمبرمان در ماه رمضان همیشه دست به دعا بود و هر ثانیه روزه را با عبادت می‌گذراند و این عمل‌های خوبی که در رمضان اجرا می‌کرد بعد رمضان هم ادامه می‌داد و این را به امتش توصیه می‌کرد، چون که پیغمبرمان ماه رمضان را فرصت تغییر یافتن می‌دانست. محترم جماعت، ما باید همچون امتان پیغمبر در این ماه مبارک فرض و سنت‌های پیامبرمان را به عمل رسانیم و از خدا و رسول آنگونه که شایسته است با صدق پیروی نماییم. خداوند ما را مسلمان حقیقی گرداند و از بخشش و مغفرتش بی‌نصیب نگرداند. آمین. به خداوند در این ماه مبارک برای کشادن روزه‌هایمان به ما بندگانش نعمت‌هایی که نصیب کرده است شکری بی پایان می‌کنیم. با برادرانی که مشکلی دارند، بیمار هستند، مسافر و غریب و در کشورهایشان جنگ و جدال است، از درگاه خدا صلح و آرامش را طلب میکنیم. خداوند ما را دستگیر مظلومان، غریبان و انسانهای فقیر و ناتوان بگرداند. آمین. خداوند به ما شکر نعمتهای بی پایان را به جا آوردن را نصیب کند. انشاءالله. آمین.
ماهی رمضانه که شاه 11 ماهی دیگر است این سال هم به ما الکی رسید. به درگاه خداوند حمد و ثنا میکنیم. به همه مسلمان های دنیا رمضان شریف مبارک باشد. خداوند این ماهی مبارک را به خیر گرداند انشاءالله. آمین. آمین. بچه ها سلام. سلام ایدریس. سوال ها رو پرسم آماده هستید؟ آماده. نباشد یکم سوال رو میدهم. نام 5 پیامبر بزرگ را نامبر کنید. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد. آفرین به شما. دویم سوال رو میدهم. نام کتاب مقدسی که به حضرت موسی نازل شد چی بود؟ کتاب تورات. آفرین. سوال سوم رو میپرسم. نام کتاب مقدسی که به حضرت عیسی نازل شد چی بود؟ کتاب انجیل. آفرین. آخرین سوال رو میپرسم. نام کتاب مقدسی که برای همه عالمیان و پیامبر ما نازل شد بگویید که چی است؟ قرآن کریم. ماشاءالله اینها بسیار فعال هستند. بچه ها شما اینجا منتظر شوید. من برای شما بازیچه ها گرفتم می آیم میلش؟ احسن به شما. پسرم بین چلوک-پауک یک قطار قهرمان است اینجا. مادام بازیچه جنگاور بخره. دخترم تو اقلا لختک گیر. چیکار میکنی جنگاور رو؟ نه جنگاور رو میخورم. نه مادر آن دخترک از لختکش خره. نه مادر برای من جنگاور رو بخره. سلام علیکم اکای احمد. علیکم سلام. خوب هستی؟ خدا را شکر. تو چه خیل هستی؟ من هم خوبم شکر خدا. اکای احمد برای کودکا بازی چه میگیرم؟ کدام نمودش؟ کم از چه، ماشین چه، همین خیل میشود. بازیچه های کودکانه باشد، هر خیله باشن میشود. شد. الان در آن طرف هستم. انا خودشان آمدم. بسیار خوب. اکاچ خیلی که گفتم کم از چه، ماشین چه، پوفک همین خیل بازیچه ها بیده. جنگاور گفتید؟ پلها را آوردی؟ ثبت در کجاست؟ پلها را ده، ثبت را گیر. تو را باور کردن نمیشه دیوانه. اول ثبت را ده. نه اصلا تو را باور کرده نمیشود. پل را ده، ثبت را گیر. پل در کجاست که بینم؟ بین اینجاست. دیدی؟ ثبت را بیار. تمام. اینجا منتظر شو. به خدا دیوانه است. وای، ثبت در دست دیوانه بود است کو؟ دیوانه ثبت رو با من ده. این را از من هیچ کس نمیگیرد. فهمیدی؟ هیچ کس نمیگیرد. این را میدی هم پولم را بگیرم. بسیار آسان گرفتمش. دوست ثبت را دزدید. دوست ثبت را دزدید. چی کار کرده ایستاده دیوانه؟ وای سمی شغال ثبت را دزدید. شغال دوست ثبت را دزدید. برخته رفت. یک ثبت را صاحبی کردن نتوانستی. خدا لعنتت کند. زورا نزدی سوزی. بعد هم با بخوریم. زهرا سمی در کجاست؟
چی گفته ایستاده؟ زورا نفهمیدم. شد خزینه برگشت. سلطانم بیستا حاضر باشین را گرفتم بیایم. خزینه دادی من شد سلطانم. санам ҷон каме дигар сахтарак бубанд ки либосо ба замин нарасанд ифлос шаванд. ман ҳамеша ҳамин қадар мебандам, ҳеҷ чиз намешавад. ҳамеша ҳамин хел мебандад? либосҳои акамро ҳамин духтар офтоб мекунад, вале агар банд канад либосҳо ифлос мешаванд. не ҷонам, не ту парво макун, ҳеҷ чиз намешавад. бунафша ҷон, ту акнун бо мо дар Истанбул зиндагӣ мекунӣ. мегӯям ки дар хонаи ҳиҷрӣ бист як муддат дарҳу хобгоҳ фалон макоб майлаш? албатта ба ин ҳам дар хобгоҳ намеистам, инҷо ҳамроҳи акаам зиндагӣ мекунам. ин хел намешавад. дигар бо ҳиҷрӣ танҳо монда наметавонам. чӣ? фикри беҳтарин ширинам, ба фикри ман дуруст мекунӣ. боз ҳам самимӣ мешавем, зуд во мехӯрем, якдигарамонро хубтар мешиносем. бунафша, акаат беҳтарин марди ҷаҳон аст, медонӣ? нигоҳи зебояш, қушҳои пайвандаш, хандаи аз таи дили зебои бегуноҳаш ақламро аз сарам мегирад. бунафша, албатта ки ту акаатро хубтар мешиносӣ. чӣ хеле ки мебинӣ ҳамон хел нест. баъзан ҳиҷрӣ тамоман одами дигар мешавад. чӣ хел яъне? яъне чӣ хел? масалан, як бор қаҳр карда будем, баъдан чӣ кор кард медонӣ? чӣ кор кард? маро дуздид. чӣ? дуздид гуфтӣ? бале, маро дуздид. падарам намегузошт ки вохӯрем. ҳиҷрӣ ҳам бо ман ошиқ буд, маро ки намедид ҳеҷ кор карда наметавонист. як рафиқ дорад, номаш ҷанговар аст. якҷоя шуда маро дуздиданд. бисёр романтики ҳамин хел не? баъдан чӣ шуд медонӣ? шабро дар ҷангал дар як кулбаи вайрона якҷоя гузаронде. дар кулбаи вайрона? бале, бисёр ҳам романтики ҳамин хел не бунафшаҷон? акам ҳамроҳи ту дар кулбаи вайронае ки ҳеҷ кас набуд танҳо монде? албатта. вай, дар байнамон болишт гузоштем. чӣ хел болишт? болишти ҷоизӣ. болишти ҷоизӣ гуфтӣ? хаста набошед. ака, санам чӣ мегӯяд? чӣ мегӯяд? ту санамро дуздида будаӣ. не бунафша, ин хел кор нашудааст, инро дуздӣ намегӯяндай. чӣ хел яъне? ту маро дуздиданатро инкор мекунӣ ҳиҷрӣ? боз шабро дар як кулбаи вайрона гузаронидаед. бунафша, охир ин кор нашудааст, худам ба ту нақл мекунам. набошад чӣ хел шуд? ҳамаашро нақл кун ҳиҷрӣ. кани маро чӣ хел дуздиданатро ба бунафша нақл кун. либосатон афтоб кунам. не ҷонам, не, ту худатро ғам наде. ту дар бораи ишқи бузургамон ба бунафша нақл кун. картошкаро зери алов пухта бадастони худат маро хӯрондӣ. дар ҷангал маро дар пуштат савор кардӣ. дар об якҷоя афтиданамонро, бо балангу як эълон кардани ишқатро. бо балангу як? оҳо, бунафшаҷон, акат ба ман он қадар ошиқ аст ки... ё худоё, эй духтар, ту чӣ кор кардӣ? коратро бубин. офарин ба ту, боварам намеояд. ҳамаи либосҳоро пури хок кардӣ. охир ҳиҷрӣ, ман бандро бисёр сахт баста будам. санам, эй духтар, дар болои банди борик такя ки кардӣ албатта меканадай. як дақиқа истканӣ, ту маро ғафз гуфтанӣ ҳастӣ. ту инро ба ман ишора кардан мехоҳӣ? ё худоё, ғавс не фарбе охир. сабтро бисёр осон гирифтам, ҳа? вагарна ҳабс мешудам.
سمی تمام شدی تمام. ماشینم ای باور نمی کنم. خدایم این چه خیلی زیبا است. خدایا رنگش رو ببین. خدایم. مادر باز اینش چی است؟ از کجا پیدا شد؟ از می هدیه کرد. بسیار زیبا است. می خیلی نمیلیس. این رو بین چه خیلی زیبا است. خدایا پولهای این دیوانه تمام نشد. تو با کجا می روی میلیس؟ با کار می روم و در وقت زیاد است که کارخانه نرفتم. سلطانم ماشینت چه خیلی معقول شد؟ جناب عزمی جان معقول یک سویستد. بسیار معقولم شد. معقول شد. ای رنگش رو بین سب سرخ لالگی. تشکری زیاد جانم. خواهش میکنم هیچ گپ نیست. خوب استفاده بر جانکم. طبیعی جانکم. وای میگویم که با ماشین سیر و گشت کنیم چی؟ البته چی خیلی که خواهی؟ باز این رو ماشین روزی تویمون میکنیم. چی میگویی؟ چی خیلی که میخواهی؟ یک تایی من سلطان ماشینی داماد و عروسی همون میکنیم. کنی سوار شم سیر میکنیم. جنابی عزمی بسیار شیرین هستید. ای ماشین جانم و خدایا عزمی جان سیر و گشت میکنیم. کنی میلیس یک طرفیست یک طرفیست. مادر چی خبر است؟ کاردار نشم. بای بای. من توی شما رو این که شده باشد خود با خود کفیده باشد. چی کار میکنم اکنون؟ خیر نبود. به خانه تولین شنلی یک تاکسی روان کنید. تشکری زیاد. چقدر زود آمده؟ به مرکز لطفاً. خوش خانم خواستگار و جناب هجری، برای شما یک سورپریز آماده کردم. کاش زحمت نمیکشیده. چه خیلی زحمت بنفشه. این خیلی میشود مگر. به این هم رمضان نزدیک آمده است. از این پس خوراک صبح و افطار را من میپزم. اکا این رمضان بسیار مشکل میگذرد. برای شما باز یک خوراک ملی یعنی خوراک مردمی آماده کردم. گل ماهی در تفدان بریان شده. گل ماهی گفت؟ موسمش نیست کو؟ انا گل ماهی در تفدان بریان شده. خب ولی این گل ماهی نیست. چه خیلی گل ماهی نیست؟ این شیر ماهی است. اکا حالت را از طرفی خوبش نظر کن. خوب که گل ماهی گفتن از زمان کرمار نگذاشته است. یعنی چه خیلی؟ این گل ماهی نیست مگر؟ توبه کردم سنم. این گل ماهی نیست، شیر ماهی است سنم. هجری چی شده؟ پختم رو معقول نکردی؟ سنم جان این گل ماهی نیست، شیر ماهی است. شیر ماهی است؟ با تو باورم نمیاد هجری. خوراک انتخاب کنی با تو میزیبد. چی گل ماهی باشد چی شیر ماهی هر دو شمانن هستند کو. چی اهمیت دارد آخر؟
یعنی شما هم خورید؟ برای شما پختم اینها رو. اول تو اکا. بسم الله کن بنافشه. نه اکا اول تو گیر. اول مایده کو میخرم. نه اکا جان استغفرالله اول بزرگ کو. ای هیچی ده با مزه دستان درد رو نبینه. نوشی جان شیرینم. مثل علف است. اوه اکا اوه. عشق تنها چشمانت رو کور نکرده است. مزه دهانت رو هم گم کرده است. وای بخشش. با کجا می رویم ما؟ چون که این راهی مرکز نیست کو. از تو میپرسم. کمک یاری کمک. خانم الیس من کمالی سیاه. تو اینجا چی کار داری؟ چی کار میکنی؟ مگر مرا دوست دیدی؟ کنی ماشین رو من کن. ماشین رو من کن گفتم. خانم الیس نپرایم ماشین رو من کن. خانم الیس بسته من دشور میشه. چی کار میکنی؟ چی کار میکنید خانم الیس؟ کمی من که میمردیم های؟ تو مرا با کجا میبری؟ وقتی رفته میبینی. بیا سردارم چه خیلی که فرمودید مرده خیلی رو گرمانه بنازی اویله اشون روان کردیم. اویله هم داشته است؟ البته سردارم 3 زن داشته است. باز یک اکا داشته است. سردارم آدم کش بوده است. حتی مافیا نامی رو شنیده میگریخته است. این نیه؟ ایهوی البته سردارم لقبش اژدهار سرخ. اژدهار سرخ؟ بله کراسین دراکون. خدایا این ثبت رو به نزدیکی آورده باشه. شکر که زهرالود نشدیم. بله یکی هم دختر خودپذیر یاد گرفته است. اکا تو خوب هستی؟ مادرم دختری که گلماهی رو از شیرماهی فرق نمیکند به تو نمیدهد. اول یاد میگیره بنفشه. اکا تو زیغ نشو اما تو به این دختر سخت دل نبند. غیر امکان است تعقیبم کردم. چی شد خواهرم؟ مرا تعقیب کردن در اینجایم. کی در اینجاست؟ بنفشه گپ زن چرا ترسیده ای؟ آنجا هستن اکا. در خونه همون که بودم به خواستگاریم آمدن اما رد کردم دیگر مرا آرام نگذاشتن. به خواستگاری تو آمده بودن؟ چرا من از این خبر ندارم؟
حاضر به خانه در اومد و دختر رو میدوزده. اکاش رو چیکار میکنیم؟ اکاش کی است؟ خودش یک مؤذن بوده است. مگر از اون میترسیم؟ چرا این رو پیشتر نگفتی بنفشه؟ آنها برای دزدیدن من آمدن. من ترسیده ایستادم. از هیچ چیز نترس خواهرم. آدمی که به طوری محیط تو ضرر میرساند نابودش میکنم. فهمیدی؟ تو با اتاقت رو در رو قلف کن، من میایم. مایلش؟ نه اکا نرو، آنها بسیار خطرناک هستند. اکا بنفشه با اتاقت رو درت رو قلف کن، من زود میایم. فهمیدی؟ کنی بیا زود. درت رو از درون قلف کن. وای 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 جناب سقراط، بسیار خوب میدانستم که تو نمرده ای. سمی نشانت میدیم. گوش کنید، هر دوی شما اینجا مانید. این کی است؟ یک باری دیگر با اینجا آید، با شما دیگر این خیلی خوب معامله نمیکنم. این کی است باز؟ از کجا پیدا شد؟ از خواهر هجری دور میشوی. تو رو اگر یک بار دیگر در اینجا بینم میکشم. چرا مرا به اینجا آوردی؟ دیوانه هستی؟ برای تو رو دوست میدارم گفتن میلیس. مرا دوست ندار، چون که من تو رو دوست نمیدارم. با من یک امکانیت ده میلیس. برای عشقم رو به تو نشان دادم. یک امکانیت. هرگز. تو هم نسبتی من حسی داری میلیس. چرا با من این خیلی بی‌رحمانه رفتار میکنی؟ نسبتی تو هیچ حسی ندارم. اگر با من یک امکانیت ندهی میلیس، از اینجا میپرم. فردا که از او خلاص شوم.
چی کار میکنی؟ دیوانه هستی مگر؟ خواهرم خطر پسی سر شد برو. بنفشه 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 خوب هستی؟ بنفشه 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 با من امکانیت میدی ملیس؟ نه نمیدیم. اگر می پرتوفتی کای ها می پرتوفتی کنی پرتو؟ گفتم خودت رو. تو چی کار کردن میخواهی؟ اکنون وقتی مردنت فرا رسید. سقراط رها کن مرا، به تو هم یک تانه بلا بالای سرم است. تو میموری. ساکت.